سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: پایان سفر رسمی وزیر تحصیلات عالی به عمان و کسب دستاوردهای مهم برای افغانستان، پذیرش اعتبارنامه سفیر افغانستان در مسکو توسط ولادیمیر پوتین و ترامپ میگوید که روسیه نه بلکه اوکراین مانع توافق صلح است. امروز پنجشنبه 25 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: سفر رسمی 3 روزه شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان به عمان با دستاوردهای قابل توجه علمی، تحصیلی و دیپلماتیک به پایان رسید. حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که در جریان این سفر آقای ندیم با مسئولان وزارت تحصیلات عالی عمان دیدار و از شمار پوهنتون‌های معتبر این کشور بازدید کرد. وزیر تحصیلات عالی در این دیدار با مسئولان وزارت تحصیلات عالی عمان درباره امضای تفاهم‌نامه‌های علمی، همکاری‌های دوجانبه و تحکیم روابط تحصیلی میان دو کشور گفتگو کرده است. آقای ندیم همچنان در نشست‌های جداگانه با مسئولان پوهنتون‌های عمان پیرامون گسترش همکاری‌های علمی، تبادل تجربیات، توسعه برنامه‌های تحصیلی و تقویت روابط علمی گفتگو و از لابراتوارها و کتابخانه‌ها و صنوف درسی این پوهنتون‌ها دیدن کرده است. شیخ ندا محمد ندیم با شیخ احمد بن الحمد الخلیلی مفتی اعظم عمان نیز دیدار کرده است و همچنان در ادامه با افغان‌های مقیم این کشور دیدار و مشکلات و خواسته‌های آنان را از نزدیک شنیده و به همکاری در حل آنان اطمینان دادند. کرملین اعلان کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه 25 جدی اعتبارنامه‌های شماری از سفیران کشورها در مسکو را دریافت می‌کند. بر اساس اعلامیه مولوی گل حسن سفیر افغانستان در مسکو نیز شامل فهرست سفیرانی است که اعتبارنامه خود را بر رئیس جمهور روسیه تقدیم می‌کند. مستغفر گربیس سخنگوی مقام ولایت خوست میگوید که ریاست امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات این ولایت پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی حدود 150 زن را از خشونت‌های خانوادگی، نکاح اجباری و دیگر مشکلات اجتماعی نجات دادند. با گفته آقای گربیس این اقدامات در نتیجه تلاش‌های دوامدار محتسبین در چارچوب تعهد به حفاظت از حقوق زنان صورت گرفته است. و در اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که روسیه نه بلکه اوکراین مانع توافق صلح است. ترامپ در گفتگوی اختصاصی با رویترز افزوده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است و جنگ 4 ساله خود در اوکراین پایان دهد، اما زلنسکی مانع این توافق است. ترامپ درباره پوتین گفته است که فکر می‌کنم او آماده توافق است، اما اوکراین آمادگی کمتری برای توافق دارد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.